خداوند به نماز عصر قسم یاد کرده، چون که این نماز از بین همه نمازها فضیلت خاصه دارد. در وقت سیرکاری مردم در آخر روز است، بنابراین اکثر مردم میتواند در این نماز سهلنگاری کنند، این نماز از اونها فوت شود. خداوند بیان این فضیلت نماز را به قسم یاد کردن به این نماز بیان نموده، اونگونه که در آیه دیگر حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی خداوند تاکید کرده نمازها را محافظه کنید و خاصتا نماز وسطا، نمازی که در میانه است. مفسران گفتن منظور نماز عصر است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن هر کی نماز عصرش از او فوت می شود فکأنما وتر اهله و ماله، آنگونه است که همه اهل و خاندان و مال و همه داراییش از دست رفته. خسارت نماز عصر قضا شدن برابر با این است که انسان همه چیزی که دارد، مال و ملک و دنیا و فرزند و خانه و هر چی که دارد از بین رود، از دست او رود، برابر به همین است.